علائم شایع آلرژی استنشاقی. شایع ترین بیماری های آلرژیک عبارتند از تب یونجه، آسم، ورم ملتهمه، کحیر، اگزما، درماتیت و سینوزیت. در میان تب یونجه که به عنوان رینیت آلرژیک هم شناخته میشه، یکی از شایع ترین انواع آلرژی های استنشاقیه. علائم آلرژی ممکنه خفیف یا متوسط باشه، مثل آبریزش بینی، عطسه، سرفه یا بصورات. برخی از آلرژی ها میتونن واکنش شدیدی به نام آنافیلاکسی ایجاد کنن. آنافیلاکسی یک بیماریه که باید اقدامات فوری برای اون انجام بشه. میتونه به از دست دادن هوشیاری به دلیل افت ناگهانی فشار خون، تورم لب‌ها، زبان یا گلو و تنگی قفسه سینه یا مشکل در تنفس منجر بشه. آبریزش بینی، خارش بینی، چشم‌ها، گلو و یا پوست، قرمزی و تحریک چشم، پلک‌های متورم و پف کرده، عطسه، سرفه، خسخس سینه و یا تنگی نفس، حساسیت تماسی روی پوست که باعث اگزما میشه.